تفاوت بین بدن خوب و بدن فوق‌العاده رو اغلب جزئیات تعیین میکنن و هیچ جزئیاتی به اندازه یه جفت ساعد حجیم و رگدار قدرت و ابهت به فیزیک ساخته شده رو نمیده. اگه ساعدات به بدنت نمیخورن، این ویدیو واسه خودته. علم تمرین میگه ساعد 3 بخش اصلی داره و برای داشتن یه ساعد حجم و عضلانی باید هر 3 بخش رو تمرین بدی. اول برای بخش بالایی یا اصلی ساعد جلو بازو چکشی بزن. مچ دستت رو خنثی نگه دار و روی انقباض تمرکز کن. این بخش وزنه سنگین‌تر دوست داره. 3 ست 8 تا 12 تکرار. دوم برای حجم بخش داخلی ساعد با هالتر روی نیمکت بزن. راز کار چیه؟ اجازه بده هالتر توی فاز منفی تا روی بند انگشتات پایین بیاد تا کشش کامل رو حس کنی. بعد مچتو جمع کن. 3 ست 12 تا 15 تکرار. سوم برای پر شدن بخش بیرون ساعد مچ برعکس بزن. کف دستا رو به پایین. این عضلات کوچیک‌تر هستن. پس وزنه سبک رو انتخاب کن. برای کنترل مچ تمرکز کن. 3 ست 15 تا 20 تکرار. چون ساعدها زود ریکاوری میشن، این حرکات رو هفته‌ای 2 بار آخر تمرینات زیر بغل یا بازوات انجام بده. اگه دنبال اینجور ترفندهای علمی و کاربردی برای بدنسازی هستی، وقتشه چنلمون رو دنبال کنی.